و شاد باشید که آمدین آمدن. هنرپیشه حافظه خلقی جمهوری تاجیکستان اپی بسیار عزیزی ما نگین بانو راهبو اینجا تشریف دارن. همراه شاگردانشان محرم بانو خواهش میکنیم ملکه بانو ملکه هنر که در یعنی که های هنری ادامه می یابد. اکنون برای صحنه نگین بانو راهبو. تشکر زیاد. ما البته هنرمندا با خلق زنده ایم. سر بلند هنرمندا شما هستید دوستانی عزیز. انا برادر و خواهر و مادرای عزیز بگذار همیشه این تالار پر از تماشابین و مخلص باشد. انا شما دید سفرعلی جان، دودرای عزیز، سیف جان، انا همه برادران در این محفل برادری ما. البته توی وقت ما که مدنم اکا میگفتم اکا فهمیدم که همسال بدیم. انا نمین دودرش بگم خواهی دودر میگم که خفه نشوه. هنرمندا را اپا بگی اکا بگی خفه میشوه. اینا رو فقط یا دوست میگی یا برادر میگی. انا میخوام که خمدین ما 100 ساله شود، بعد از آن پیر شود. انا یعنی که 60 درفتی این وقتی که 60 میری به خیال ما که خیلی با اینو سید جان تر میدونه وقتی 60 میری به 60 میشی. به 60 میشی. خمدین ما یعنی که 60 درفتون با رو افتاده نشود به 60 تر شود. 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود.